خدا وکیل صبح دوش گرفتم، لباس خوب پوشیدم، ادکلن زدم که بیام برم برای دعوا. هی میگم بیا برو تو وکالت. و چه حالتی. آقا این دفتر وکالته؟ نه، با زنا دور هم نشستیم غیبت کنیم. آقای وکیلی هم از من پول میگیری، پس پرونده من چی شد؟ تو من تیوا نمیخوای؟ دارم یه نمایشگاه تیوا کنار دفترم میزنم. نه یه خبری برات دارم، از خوشحالی به سقف بچسب. یه مشت لقمه بده. ماشاءالله معذورته. ها حکم اومد. خدا خیرت بده، نجاتم داده. همین نجاتم پیدا کردی. صبح میکشنت بالا. آقای وکیل پول ندارم، دستم به خشتکه. چیکار خشتکم داری؟ زن نیستی که میگم دستم به دامنت. آقا شما وکیلی؟ بله بفرما. آقا ما یه زمینی داریم. ای داری که داری. به خدا اشتباه میکنی. چرا چیزی که با دعوا حل میشه به درستی حلش کنی؟ وکیل پرونده من تو چه مسیریه؟ تو مسیر تپه تلویزیون صبح شبکه 3 که پخش تهران میفهمی. پخش منظورته؟ میگم خانم باید بری تست بارداری بدی. میگه وکیل گرفتم که تو انجام بدی. من باورم تست بارداری بدم. کمتم بعد نیست برای کارو. متهم تویی؟ بله. درش کده ببینم. چیه؟ عینکته. وکیل حکم ما چی شد؟ گیشنیزه، حکمم رو بیبیته. نه ترس، تو تا حالا دیدی تو پرونده کم بیارم؟ نه چون پرونده اول من. بگه آقای وکیلی مریه من چی شد؟ هیچی نداشت کردیمش تو. حالا تردیش که این واسه من میشه تیباتو؟ میرم برات والا تیوا هم بهت میاد. خدا وکیل همش جر، همش بس، نوشابه هم خانواده داره، بعضیا نه. الان خانم تیموری پسند با آقای الف پپت که با خانم سینزه چهه از خانم خیرده زبه دزدی کردن مبلغ 30000 تومان. بگو بیا تو کارش دارم. وسط جلسه دادگاه در اومدم میگم من وکیلم، میگه عروس رفته گل بچینه. این نباید تو بکنیش. تو کجا؟ زندان. حالا که حکمم همسر پولت نمیدم. نمیدی تو خراب کردی همه چیز خودت